به نام خدا، سلام احترام خدا خدمت تمام شما هموطنان عزیز تقدیم میکنم. امیدوار هستم که هر جای هستین جور صحتمند خوش باشین. هموطنان عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، قرار بود که در 28 نوامبر در ایالات روسیه در کشور چچنیا با یکی از فایترهای روسیه مبارزه یا مسابقه داشته باشم، اما بدبختانه بگویم مشکلات بسیار بزرگ جدی که در خود روسیه و در سفارت روسیه افغانستان پیش آمد که یک فلسفه بسیار طولانی داره، نمیشه تمام جزئیاتش خدمتتان برز برسانم، اما بازم میگم که بدبختانه نتونستم بنابر اون مشکلات در این مسابقه حضور پیدا کنم. اما بازم خوشبختانه بنابر تصمیم سازمان ECB که مربوط روسا میشه، در 20 دسامبر در کشور تاجیکستان در شهر دوشنبه همین در دور 28 سازمان ECB مسابقه برگزار میشه که با امی حریف روسی خود در کشور تاجیکستان در شهر دوشنبه در 20 دسامبر یعنی 21 روز بعد از امروز روبرو میشم، مسابقه میکنم و امیدوار هستم که یک بار دیگر بیرق افغانستان به نمایندگی شما ملت افغانستان به اعتزاز در بیارم و ناگفته نمانه که این مسابقه بسیار سطحش بزرگ است. با گفته پولاد رئیس فدراسیون MMA تاجیکستان در یکی از میدانهای فوتبال قفس زده میشه که بیش از 50,000 تماشاگر داره این مسابقه. ما به هر حال آمادگی ها و تمرینات بسیار خوب کرده بودم، آمادگی خوب داشتم، اما که مسابقه به تاریخ رفتید. بازم هر کاری که باشه خداوند خیر نصیب ما شما بکنه، شاید در خیر ما بوده باشه، اما امیدوار هستم که آمادگی های دیگه هم خوب بگیرم در این مسابقه، با یک آمادگی های خوب، با یک انرژی خوب ظاهر شوم دیگر که حریف خود شکست بدم. بازم در اخیر خداوند پیروزی را نصیب ما و تمام ملت افغانستان بگردانه و ناگفته نمانه که یک تشکری خاص ویژه از تمام دوستای ما که مرا حمایت کردن، بخصوص در این مسابقه مرا حمایت کردن، تشکری میکنم از تک تکشان. با امید دیدار، با امید پیروزی، سلام علیکم.